به نام خدا، تو این ویدیو چند تا نکته تکمیلی در مورد پست ها به شما میگم. به صفحه اول سایتمون بریم، وبلاگمون رو داریم که پست هامون به ترتیب زیر هم بر اساس تاریخ انتشارشون لیست شدن. پست اولم میبینید بسیار بلنده و بعد از اون هلو ورد میبینیم. معمولا توی وبلاگ ها به این صورته که من چند جمله از پستم رو دارم و بعد از اون لینک ادامه مطلب رو دارم و به صفحه اختصاصی اون پست میرم تا تمام مطلب رو بخونم. میام بر روی ویرایش کلیک میکنم. بعد از پاراگراف اولم میام رو پاراگراف اولم، میبینید یک به علاوه ظاهر میشه، افزودن بلوک، این رو میزنم و تو قسمت عناصر طرح گزینه بیشتر رو انتخاب میکنم، به روز رسانی. و حالا اگه برم به صفحه اول سایتم، میبینید که معرفی وردپرس رو دارم، پاراگراف اولم رو دارم و بعد از اون ادامه مطلب رو دارم. روی ادامه مطلب کلیک کنم، به صفحه اختصاصی میرم و کل اون پستم رو میبینم. دوباره ویرایش رو میزنم، بیام به انتهای صفحه‌ام، علامت به علاوه رو بزنم، بیام توی قالب بندی جدول رو بزنم و یک جدول 3x3 ایجاد کنم. بنویسم ردیف، نسخه، سال انتشار. به عنوان مثال نسخه 1 وردپرس در سال 2004 منتشر شد. بیام بعد از اون دوباره علامت به علاوه رو بزنم، بیام توی عناصر طرح و ستون رو بزنم. میبینید که صفحه من داره 2 ستون شد. من میتونم اینجا بنویسم ستون اول، تب رو بزنم، بیام اینجا و بنویسم ستون دوم. بیام پایین کلیک کنم توی علامت به علاوه. الان میخوام چند تا شورتکات رو به شما بگم. به جای اینکه رو به علاوه کلیک کنید و گزینه مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید، میتونید از این شورتکات ها استفاده کنید. 2 تا علامت نامبر میزنم و یک اسپیس. هدینگ 2 ایجاد میشه، عنوان سطح 2. بیام پایین 3 تا علامت نامبر بزنم و یک اسپیس، عنوان سطح 3 ایجاد میشه، عنوان سطح 3. بیام پایین تر بزنم علامت دش اسپیس، لیست بدون ترتیب ایجاد میشه. بیام پایین تر و اینجا تایپ کنم 1 نقطه اسپیس، لیست دارای ترتیب ایجاد میشه. دوباره بیام پایین، علامت بزرگتر و اسپیس برای من نقل قول ایجاد میکنه. خب حالا برگردم بالا، بیام کنترل بی رو بزنم، برای من بالدش میکنه. کنترل آی رو بزنم، برای من ایتالیکش میکنه و کنترل یو رو بزنم، برای من زیرش خط میکشه، آندرلاین میذاره. برم پیش نمایش، میبینیم که ظاهر سایت ما خیلی زشته. ظاهر سایت تو وردپرس مربوط به تمی میشه که شما استفاده میکنید. ما تم ها رو تو ویدیوهای آینده خواهیم دید. صرفاً من تو این ویدیو میخوام این حالت جاستیفای رو به پاراگراف هام بدم که خط ها زیر هم تموم بشن. میام دوباره ویرایش نوشته. اگه توی ادیتور کلاسیک بودم، Alt Shift J رو میزدم و برای من جاستیفای میکرد. بیایم بریم ادیتور کلاسیکم. Alt Shift J، پیشنمایش تغییرات. میبینید که پاراگراف اول من جاستیفای شد. دوباره برگردم به ویرایشگر بلوکم. تو ویرایشگر بلوک این شورتکات کار نمیکنه. برای همین من میام از یک کلاس CSS استفاده میکنم. میام نمایش، سفارشی سازی.
CSS اضافی، میام پایین و یک CSS وارد میکنم. گفتم تمام پاراگراف های من رو جاستیفای کن. انتشار میزنم. منتشر شد. برم تو ادامه مطلبم. میام پایین و میبینید که تمام پاراگراف های من جاستیفای شده. کمی تمرین کنید، چند تا پست نمونه برای خودتون ایجاد کنید، با بلوک های مختلف کار کنید، تصویر، عکس، جدول و بقیه مواردی که ما بهش اشاره نکردیم تا بفهمید هر کدوم چه کار انجام میدن. در ویدیو بعدی سراغ دسته‌بندی ها و برچسب ها خواهیم رفت.